اجراکننده وظیفه رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده از فعالیت کارخانه دولتی کمونالی کبودزارکنی و گلپروری شهر خوجند آشنایی پیدا نمود. طور اطلاع داده شد در این مؤسسه که حدود آن بیش از 8 هکتار را تشکیل می‌دهد یک قطار کارها به اجرا رسانده شدند. از جمله حدود کارخانه دولتی کمونالی کبودزارکنی و گلپروری شهر خوجند به ترتیب درآورده در میدان‌های حدود کارگاه نهال‌های همیشه سبز شناخته شده زیر پرورش و نگاهبین قرار دارند. 2 عدد گرمخانه‌ها با پرورش گل‌های موسمی فعال می‌باشند. فردوس شریفزاده به رهبریت سراسیت آبادانی، خواجگی منزلی و کمونالی دستور داد که جهت پرورش تا 1 میلیون عدد گل‌های موسمی در گرمخانه مؤسسه و کوچه آنها در کوچه خیابان‌های شهر تا آغاز فصل بهار تدبیرهای فوری اندیشند. بهترین درخت ها هستن خارجی هست. همون همینجور پرورش مایدش اومده همینجور پرورش کرده نموده. 1 میلیون تخمش بنتون هم تخمای بهترینه ایران تیتون من اینو اینجور پرورش کنم. 1 میلیون کم نشه. 1 میلیون من شمرده اشما قبول کنم میگیرم خودم برای شهر. تاکید گردید که با تعمیر و آرایش بناهای احاطه‌ای مؤسسه، بریش سانیتری درختان و نگاهبین دائمی نهال‌های شناخته شده توجه دائمی داده شود. در زودترین فرصت گرمخانه‌های دیگری مؤسسه به کار انداخته شده با منفعت مالی کارگاه مطابق گردانده شود. همچنین دستور داده شد که ثمرناک استفاده بری هر یک وجب زمینی مؤسسه برای مانده شده حدود میدان‌ها به ترتیب و نامگذاری کرده شوند. همزمان جهت پرورش درخت‌های نادر که من بعد در کوچه و خیابان‌های اساسی شهر شناخته می‌شوند تدبیرهای عملی راه اندازی گردند. مسئولین کبودزارکنی و گلپروری شهر خوجند موظف گردند که جهت اجرای سفارش‌های گذاشته شده از تمام امکانات و وسیله‌ها استفاده نموده در خرم و کبودزارکنی شهر باستانی خوجند قصه‌گذاری نمایند.